رسول یوسفوف حسابکنک الکترونی برقی دارد. این حسابکنک را در خانه او 5 سال پیش در دایره لایحه سنجشی کاهش صرفه برق نصب کردند. از آن زمان او باید برای بی برق نماندن همیشه پول آن را پیش پرداخت کند. به گفته رسول این نوع حسابکنک هم برتری و هم کمبودی‌های خود را دارد. کار کردن نگرد همین که پولش تمام شد خودش مایه 20 کیلووات ماندنده و میپماند. حسابکنک های برقی فعلا تنها در ناحیه رودکی نصب شده است. این نظام باید مشکل نپرداختن پول برق از طرف ساکنان را حل و حالتهای دزدی نیروی برق را برطرف می‌کرد. ولی با وجود اینکه تجربه نو برای مبارزه با رشوت‌ستانی و فریبکاری در پرداخت برق تا جای موفق بود، آن در سراسر کشور راه اندازی نشد. تا هنوز در شهر و منطقه‌های کشور بی‌بندوباری در پرداخت پول برق ادامه دارد. اخیراً به وزارت کارهای داخلی از بالای یک شبکه ناظران شکایت بردند که با راه کم نشان دادن کار نیروی برق در خانه ساکنان برای خود پول کار کردند. حسابکنک رو میدادن با مبلغ آورده با اکای محمد میدادن و آنها رو کیلووات‌هایشون رو قفا کرده باز بوده به آنها میسپارید. به گفته اقتصادشناس حاجی محمد عمرов در تاجیکستان تا 20% نیروی برق تا مشتری نمیرسد و اگر نصف آن به دلیل فرسوده بودن تجهیزات ضایع شود، تلف یافتن یک قسم زیاد دیگر به احتمال زیاد نتیجه کار غیرقانونی کارمند شرکت برقدهی است. در دوره شوروی تا 6% نیروی برق تلف می‌یافت و می‌گفتند که این مقدار در داخل شبکه نابود می‌شود. حاضر مقدار خیلی زیادی نیروی برق تلف می‌یابد. برق تاجیک یکی از شرکت‌های پرمشکل و از نگاه مالی زیان آور تاجیکستان است که سال‌هاست برای فعالیت ناشفاف و قرض‌هاش انتقاد می‌شود. قرض این شرکت از انداز و لایحه‌های اینوستیسیونی به 2 میلیارد و 800 میلیون دلار برابر شده است، ولی حکومت همانا این شرکت را نگه می‌دارد.